سلام، امروز قصد داریم یه بررسی متفاوت از MSI سین 15 داشته باشیم. با ما همراه باشین. قبل از اینکه بخوایم راجع به MSI سین 15 یا مشخصات فنی صحبت کنیم، بهتر علت تولید دستگاه رو بدونیم. همونطور که میدونین MSI تولید کننده نوتبوک گیمینگه. نوتبوک‌های گیمینگ هم اصولا وزن زیادی دارن، ضخامت بالایی دارن، خیلی پرزرق و برقن. خیلی از کاربران تمایلشون به سمت دستگاه‌هایی رفت که روزمره باشه و بتونن کمی سرگرمشون کنه و در واقع باش کمی هم بازی کنن. در نتیجه MSI تصمیم گرفت که از MSI سین 15 رونمایی کنه. خب این دستگاه در واقع پلیه بین دستگاه‌های روزمره و نوتبوک‌های گیمینگ. توجه کنی می‌بینید که ظاهر مینیمالی داره، دستگاه خیلی ساده است، در عین حال حالت گیمینگ خودش هم حفظ کرده. خب بریم سراغ ظاهر دستگاه. همونطور که می‌بینید MSI سین 15 ظاهر مینیمالی داره، از رنگ خاکستری کهکشانی تو این دستگاه استفاده شده و اینکه تو قسمت ای سایدش ما لوگو شیلد و دراگون MSI رو داریم. زیر دیسپلی دوباره لوگو متنی MSI رو داریم و اینکه کیبورد و تاچ پد تو قسمت سی سایدش قرار گرفته مثل همه لپتاپ‌ها. بکلایت کیبورد آبیه، دکمه‌های WASD نیمه شفاف هستن که حس بهتری موقع بازی کردن خواهید داشت باش. حتما تاچ پد زیاد عریض نیست، خب چون دستگاه گیمینگه باید حتما از موس استفاده کنین. تو قسمت دی ساید دستگاه طراحی طوری انجام شده که زاویه داره، حالت مثلثی شکل به خودش گرفته و اینکه باعث شده حالت گیمینگ و باوقار و با استایل بودن خودش رو حفظ کنه. سمت راست دستگاه یه دونه پورت لن داریم، یه دونه پورت USB تایپ C داریم، دو تا پورت USB تایپ A داریم، دو تا جک خروجی هدست و میکروفون رو داریم. سمت چپ دستگاه یه دونه پورت USB تایپ A رو داریم، یه دونه پورت شارژر رو داریم که باهاش دستگاه رو شارژ میکنیم. پشت دستگاه فقط یه دونه پورت HDMI رو داریم. نوبت سخت افزاره. MSI سین 15 از یه CPU اینتل کور i7 13620H بهره میبره، کارت گرافیک انویدیا 3050 4 گیگ داره و همچنین 16 گیگ رم داره، یه ترا SSD NVMe PCIe نسل 4 داره و صفحه نمایش فول HD 144 هرتز داره که میتونه تمامی بازی‌های فول HD رو بدون هیچ مشکلی براتون ران کنه. بیاین یه مقداری تخصصی تر در مورد صفحه نمایش، کیبورد و صدای این دستگاه صحبت کنیم. صفحه نمایش این دستگاه 15.6 اینچ فول HD 144 هرتز که IPS لول داره، یعنی بهتون 178 درجه زاویه دید میده. 45% NTSC داره با روشنایی 250 نیت، یعنی میتونه تو حالت فول HD همه بازی ها رو خیلی روون براتون اجرا کنه. بریم سراغ کیبوردش. کیبورد این دستگاه بکلایت آبی داره، دکمه های WASD نیمه شفاف هستن که باعث میشه دسترسی بهتر داشته باشین. دکمه کنترل عریض‌تر شده که بهتون مثلث طلایی رو میده. اراکی‌ها به اندازه کافی بزرگ هستن. این دستگاه نامبر پد نداره، علتش هم اینه که یه مقدار حجم دستگاه کمتر خواستن بشه تا سبکتر باشه. بریم سراغ صدا. ما میخوایم یه تست صدا از دستگاه بگیریم و راجع به در واقع نرم افزار DTS صحبت کنیم. بریم ببینیم بیایم. بریم سراغ DTS. نرم افزار DTS 3 تا مود داره. مود اول میوزیک، مود دوم موویز، مود سوم گیمز. موقعی که دارین گیم پلی میدین میتونین از مود گیمز استفاده کنین، موقع تماشای فیلم از مود موویز و موقع گوش دادن به میوزیک هم از مود میوزیک استفاده کنین. یه کاستوم آدیو داره که وارد جزئیات که بشیم یه حالت ترادیشنال داره که صدا رو از دو طرف پخش میکنه، یه حالت اینفرانت داره که صدا رو از روبرو پخش میکنه و یه حالت واید داره که صدا رو به صورت واید پخش میکنه. تو این قسمت 3 تا مود داریم به نام تریبل انهانس، وکال بوست و بیس بوست. تریبل انهانس در واقع اگه اکتیو بشه صدا رو براتون با جزئیات خیلی زیادی پخش میکنه. وکال بوست برای تماشای فیلم، دیالوگ هایی که رد و بدل میشه، جزئیات صدا رو بیشتر میکنه.
بیس بوست موقع تماشای فیلم بیستون رو در واقع میبره بالا دیگه. موقع تماشای فیلم صدای مثلا انفجارها رو یه مقدار مهیب‌تر براتون انجام میده. این هم از DTS. خب تست صدا رو شنیدیم، در مورد نرم افزار DTS هم صحبت کردیم. بریم سراغ باتری این دستگاه. MSI Cine 15 ظرفیتی معادل 53.5 وات داره و یه آداپتور 150 واتی داره که باعث میشه دستگاهتون تو کمتر از 90 دقیقه بیشتر از 80% شارژ بشه. وبکم این دستگاه HD و مناسب جلسات آنلاینتونه. بریم تست وبکم رو ببینیم. خب اینم تست وبکم بچه‌ها، همونطور که میبینیم مناسب برای جلسات آنلاینه و اینکه صدای خود لپتاپ، از میکروفون خود لپتاپ استفاده شده و نورم نور محیط، نور استودیویی نیست. بریم سراغ جنبندی MSI Cine 15. طراحی شیک و مینیمالی داره، صفحه نمایش 144 هرتز داره، عملکرد خیلی خوبی تو اجرای بازی‌های فول HD داره و همچنین با توجه به باریک بودنش پورت لنو داره. خب میخوایم دو تا از بازی‌های خیلی محبوبی که بین گیمرها در واقع خیلی رایجه رو با این دستگاه تست کنیم. بریم سراغ CS2 و دوتا 2.